به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی قدر، ما قرار داریم در ماه مبارک رمضان، ماه عبادت، ماه تلاوت قرآن و در برابر این عبادت ها البته که کمبودی های دیده می شود و خواستیم یکی از استادان، استاد عطاالله منانی، یک صحبت رسته باشیم. استاد خوش آمدن. خوش باشین، سلامت باشین. استاد گرامی، سرآغاز سوال اول این است که بعضی از نفران، بعضی از روزه‌داران در این ماه مبارک تنها در همین ماه نماز میگذارند یا اینکه تنها نماز خفتن و تراویح را میگذارند و در غیر رمضان نماز را ترک میکنند. در همین بابت یک روشنی میانداختید. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و من والاه. البته ماه شریف رمضان ماه عبادت است، ماه طاعت و عبادت است. انسان مؤمن چقدر میتواند در این ماه مبارک طاعت و عبادت های زیادی را انجام میدهد. چنانه که پیامبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم، پیشوای ما و شما، در این ماه مبارک میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دیگر ماه‌ها دیده بیشتر طاعت و عبادت میکردند و بیشتر خیر و سخاوت میکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از ماه شریف رمضان شاید کمی کاسته میشود عبادت انسان یا همون شوق و رغبتی که در عبادت داشت. این طبیعی است که یک کمی فرق میکند، اما نه آن به درجه که انسان تماما فرض را ترک کند. بعضی نفرها چنانه که گفتید تنها در ماه رمضان روزه میگیرند و نماز میخوانند یا خفتن و تراویح در مسجد ها میبینید که پر میشد. بعد از ماه شریف یا حتی یک عادت مثال بعد هست که حتی همین در دهه اول مسجد ها پر میشد، آهسته آهسته مسجد های میبینید که خالی میشد. متاسفانه دیگر نماز هم ترک میکنند. مثال برای همین بسیار عادتی بد است. این فریضه الله هم در رمضان است، نماز هم بیرون از رمضان است. چنانه که ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات میکنند، چندین نفرها در همون لحظه وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن این چه خیل میشد، محمد مود. دیگر بعضی نفرها مرتد هم شدند. در همونجا یک سخنی مشهوره که ابوبکر گفته بودند، میگویند من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. کسی اگر محمد را عبادت میکرد، محمد بنده است، محمد وفات کرد. البته پیامبر بودند اما وفات کرد. و کسی که الله یگانه را، خداوند را عبادت میکند، خداوند زنده است، همیشه است، باقی است. و یک قیاساً به سخن به قول ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگویند که من کان یعبد رمضان فان رمضان قد ینقضی و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. کسی اگر ماه رمضان را عبادت میکند، عبادت رمضان به آخر میرسد. کسی خداوند را عبادت میکند، خداوند باقی است، خداوند زنده است. یا میگویند تو بنده رمضانی نباش، تو بنده ربانی باش. برای همین رمضان فرصت است که اگر نفر مثال تارک الصلات باشد، این بسیار فرصت خوب است از ماه شریف رمضان به طاعت و عبادت خداوند بپردازد و بردوام به جا آوردن نماز و دیگر عبادت‌های پروردگار استوار باشد بنده. سربلند موفق باشید استاد، خیلی روشن شد و باید هر یک من و شما کوشش کنیم که در این ماه جبران گناهان به دست بیاریم، هم طاعت و هم عبادت، هم بعد از رمضان هم نمازهای خود ترک نکنیم بلکه طاعت را زیاد کنیم تا اینکه خداوند گناههای ما را عفو و مغفرت کرده باشد. استاد گرامی، سوال دیگر است و بنده هم شاهد این بودم.
بعضی از نفران که بعد اصطلاح گوییم نازکش و سیگارکشن و حتی زمان افطار خود افطار را با همین ناز شروع میکنن. همین خود شاهد بودیم. نسبت همین نفران چی گفتنی است؟ بله، ماه شریف رمضان یک ماه است که انسان باید خودش را تغییر دهد. ماه شریف رمضان یک ماه است که هر یک کمبودی که داریم ما باید از آن دست کشیم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با خرما افطار میکردند، دهان میکشودند. متاسفانه که اصلا همین سیگار کشی یا نوز کشی یک چیزی است که سیگار مثلا نیکوتین دارد، همین خیلی همچون غلام خودش میکند بنده را. و البته معلوم است که خواه سیگار باشد خواه نوز باشد، این چیزها یک چیزهای خبیث است، چیزهایی که هم به سلامتی انسان ضرر دارد و هم به اقتصاد انسان ضرر دارد. و خداوند هم میفرماید و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، برای آنها من چیزهای پاک را حلال گردانیدم و چیزهای خبیث را، چیزهای بد را من حرام گردانیدم. ببینید که انسان سیگارکش یا انسان همون نازکش حتی بوی دهانش هم بوی کره می شود. انسان یک عادت بسیار بد است و رمضان فرصتی است برای آنها که چنانه که طول یک روز مثال از چیز حلال دست میکشد. تصور کنید طعامی که حلال است برایش دست میکشد، آبی که برایش حلال است نمی نوشد، دست میکشد. و این یک فرصت بسیار طلایی است که از همین عادتهای بد انسان ترک کند و دست کشد. بله، سلامت باشید استاد، بسیار هم جالب. و سوال دیگر این است که در این ماه مبارک خواهران و مادران خیلی زحمت میکشند، چی در افطار باشد و چی در سحور باشد طعام آماده میکنند. نسبت همین حادثه میگفتید کدام اجر و ثواب و پاداش برای آنها نوشته میشود؟ بله، البته مثلا بعضی خواهرها، همسرای ما و اینچنین مادران بسیار در این ماه مبارک زحمت میکشند، افطار آماده میکنند، حتی در افطار کنانها مثال دسترخوان آراسته میکنند و با نیت خود همون هر یک طعامی که آماده میکنند، هر یک دسترخوانی که آماده میکنند انشالله صاحب اجر. چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من فطر صائما فله مثل اجره لا ينقص من اجره شیئا، کسی یک نفر را حتی افطار دهد ثواب همون روزدار را میگیرد. و اکنون تصور کنید که سبب همون افطار که میشد آماده کردن همون مادران ما، خواهران ما میشد. ولی نگفته نمونیم که از یک جهت بسیار زحمت دادن آنها هم خوب نیست. مثلا بعضی عائله ها یا بعضی نفرها پره زنهاشون در آشخانه میگذارد وقتاشون. هر روز مهمان است، هر روز مهمان است، مهمان زیاد است، نشست های زیاد است. مثلا آنها هم باید چیکار کنن؟ طاعت و عبادت، یک قرآنشون خوانند مثلا. و میشود که گاه مثلا کان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی خدمت اهله، مثلا چی خوش است. مثلا البته نمیگویم که هر روز مردها هم مثال روزانه کار میکنن، شغل میکنن، اما گاه هم میشود که زن و شوهر مثال کمی دستگیری همدیگر باشن و کمک کنن. گاه هم میشود مثلا بعضی زنها مثال خودشون میرن خرید میکنن، خودشون میبیارن میپزن، چی میکنن، کارهای خانه با کودک. یعنی یک کمی فرصت داده شد که برای آنها هم مثال نمازشون خوانن، تراویح خوانن، بیگاهی ها قرآن خوانن، تلاوت کنن، عبادت کنن. بسیار هم واضح و روشن استاد، سربلند باشید. استاد سوال آخرین این است که زیادی از جوانها را دیده می شود، خاصتا نفرانی که روزدار هستند، که در این ماه مبارک از شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد دیدن میکنن و حتی نه تنها دیدن‌های کار خیر باشد، امر معروف، بلکه زنهایی که عریان هستند، بلکه بعضی موسیقی ها هست، فیلم هایی که در آن زشتی ها هست، اینا رو دیدن میکنن. نسبت اینا چه پیامی دارید؟ بله، دیروز یک سوال شد که مثلا ثواب
10 چند می شود تا 70 می شود در ماه شریف رمضان، آیا گناه هم همین طور هست؟ بله البته وقتی ثواب تو در ماه شریف رمضان که زیاد شد، گناهش زیشتر است و زیادتر نوشته می شود. عمر رضی الله عنه می گفتند که شما در مکه و مدینه از گناه سخت پرهیز کنید، سخت بپرهیزید. برای چی؟ برای اینکه یک ثواب یک رکعت نماز در آنجا 100,000 رکعت نوشته شود، گناه هم همچنین وزنین‌تر است و سخت‌تر نوشته می شود. در ماه شریف رمضان هم مثال نفرهایی می‌بینید بیا وقت رو چه گذرانی میرن ساحلی دریا میشینند، یا حاضر متاسفانه تلفن است و اینترنت است و مثال در همین چنانه که شما گفتید نه بلکه مثال یک کاری مفید یا یک چیزی مفید خوانند و مطالعه کنند و تماشا کنند، بلکه حتی میرد به چیزهای غیر مفید و چیزهای بد تماشا کنی و وقت گذرانی میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خواب و خسر من ادرک رمضان ولم یغفر له. در حقیقت زیان دیده است نفری که رمضان برایش میباید گناهان او مغفرت نمیشود. و این رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلم هر یک لحظه اش رو پیامبر صلی الله علیه و سلم غنیمت میشمردند. اینچنین صحابه ها ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر سال همراه جبرئیل علیه السلام قرآن را ختم میکردند و سالی که اخیر وفات کردند 2 مرتبه قرآن را همراه جبرئیل علیه السلام ختم کردند، مدارسه میکردند، قرائت میکردند، میخواندند و دهه آخر به اعتکاف می نشستند. برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف می نشستند؟ حتی میگویند که مثال پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کان اذا دخل العشر الاواخر، اگر دهه آخر داخل میشد پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف می نشستند و کان و شد المئزر، حتی میاناشون محکم میبستند، حتی از همون مثال زیادتر کوشش میکردن. برای همین این ماه بسیار پرقیمت است، یک موسم طاعت و عبادت است، باید این را غنیمت شماریم. استاد همینجا یک نقطه دیگر خواستیم ذکر کنیم. بعضی ها در همین شبکه‌های اجتماعی زن‌هایی که مثال نیمریان هستند یا رقصیدن است و کوبیدن است اونجا لایک میگذارن و سبب میشه که دیگرها اینها را دیده باشند. آیا در گناه دیگرها هم شریک میشوند؟ بله البته اکنون این چیزها مثال خیلی علم آور است. مثال یک چیزی که فساد است، چیزی که فحش است، بسیار این بدون رمضان هم حتی بیرون از رمضان هم مردم از قفوی ترند و از قفوی کیمچی ها میرند. سبحان الله، یک چیزهایی که هر یک لایکی که میگذارند، هر یک شرحی که مینویسند زیر همون نوارها شریک همون در گناه شریک میشوند. هر نفری که رو میبیند در گناه شریک است. بله. باز یک چیزی بدیش این است که همین چیزهایی که در اینترنت است، مثلا مثل که یک کاری خیر در همین میموند صدقه جاریه میرود، همون صحیفه همون کاری بعد تا آخر در همون گناه زام شدن میگیرد برای وای نفر. تصور کنید تا روز قیامت چقدر که وای تماشا میشه، چقدر که چی میشه، گناه زام شدن میگیرن. بله این خیلی وزنین است. تصور کنید نفرهایی که مثال هستند برایشون ثواب نوشته میشود حتی بعد مردنشون، اما آنها متاسفانه برایشون تصور کنید مرد نامه اعمال بدش پوشیده نمیشود، تا روز قیامت رفتن میگیرن. استاد موفق و سربلند باشید. با ما بود استاد عطاالله منانی و چند جمله های مفید را که برای ما بیان کردند. از درگاه الهی تمنای آن را کنیم که برای ما توفیق بندگی و این حل مشکلاتی را که استاد بیان کردند در ما دیده شود و در جوانهای ما دیده شود که در راههای بد و عملکردهای زشت وقت خود را صرف نکنند. یک و یک شما را به الله منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.